به نظرتون چی داخلش هست؟ بریم با هم بازش کنیم. یک بوکس شارژی، یک دریل شارژی. این بوکس شارژیه. روشنش میکنیم. جهت عقربه‌های ساعت میتابه. اینو که فشار بدیم برخلاف عقربه‌های ساعت. باتریش هم میدن مالزیه. اینم شارژرش هم میدن چینه. این دریل شارژیه. دکمه رو اینجا که فشار بدم جهتش عوض میشه. شما هم یه دریل شارژی دارین هم یه بوکس شارژی دارین. دیگه چی میخواین؟